سلام خدمت دوستان و همراهان کانال. این پادکست رو میخوام اختصاص بدم به بحث کاندویت سایزینگ. کاندویت سایزینگ در واقع مرتبط میشه به فصل 12. ما تو فصل 12 یاد میگیریم که چجوری در واقع بیایم برای کاندویت ها سایز کنیم سطح مقطع کاندویت رو و چجوری از تیبل 9 استفاده کنیم و همچنین تیبل 6. در واقع یه ترکیبی از تیبل 6، 8 و 9. البته این با توجه به کدبوک جدیده، در واقع کدبوک 2024 و البته قبلیش هم همینجوری بود. و عرض شود که خب حالا ما توی سوال امتحانمون یا حالا توی جاب سایتمون در واقع فرض کنیم که توی یک دراینگ، توی یک نقشه بلوپرینتی تعداد سیم ها اینا رو ما چیز کردیم، خوندیم که مثلا فرض کن 10 تا سیم، مثلا قرار که 10 تا سیم نمره 12 رد بشه، نمیدونم 5 تا 6 تا سیم مثلا نمره 14 رد بشه، نمیدونم عرض شود که 7 تا سیم نمره 10 قرار رد بشه از داخل یک کاندویت. که البته خودتون هم میدونین وقتی تو جاب سایت کار میکنین در واقع همیشه اینجوری نیست که دقیقاً تعداد سیم ها خیلی دقیق با اون چیزی که توی بلوپرینت هست در واقع تو دراینگی که از انجینیرینگ میاد شما داشته باشین اون رو، تو لی‌اوتاتون یا تو الکتریکال دراینگ ها داشته باشین اینا رو، تعدادش رو یعنی در واقع اونا میزنن تعداد و مسیرها رو مشخص میکنن. منتها وقتی شما تو جاب سایت هستین عملاً گاهی با توجه به شرایط جاب سایت، با توجه به حالا مشکلاتی که از تو اجرا، مثلا فرض کنین که یه لوله آبی مثلا رد شده، یه داکتی مثلا رد شده، شما مجبور شدین جانشن باکس رو جاش رو عوض کنین، یه جای دیگه نصب کنین، یا مثلا فرض کن که اونجا سوپروایزر خواسته که جای مثلا یه ریسپتکل رو عوض کنین یا جای یه سویچ رو عوض کنین، مثلا تو نقشه یک لایتی مثلا تو یه جایی بوده که شما مجبورین جاش رو عوض کنین. اینا همه باعث میشه که شما اون چیزی که تو جاب سایت در واقع تعداد سیم هایی که دارین یا حتی نمره سیم هاتون متفاوت باشه با اون محاسبات نقشه ها و در نتیجه لازمه که بیاین ضخامت کاندویت رو سایز کنین. این صحبتی کردم برای جاب سایت، یعنی بعد از اینکه شما در واقع شدین جرنیمن و داخل جاب سایت شما باید خودتون تصمیم بگیرین، مثلا چند نفر اپرنتیس برای شما کار میکنن و شما در واقع سوپروایزر یا جرنیمن اون سایت، این سایت تحویل شما اون جاب سایت رو دارین جمعش میکنین، حالا مثلا کامرشال، اینداستریال یا مثلا رزیدنشیال. بعد هر شرط که خود شما یکی از ریسپانسیبیلیاتون اینه که در واقع سایز کاندویت رو به دست بیارین و ببینین که چقدر باید باشه سایز کاندویت. خب حالا یا این که حالت پرکتیکالش بود، یعنی تو جاب سایت. اما اگر سر جلسه امتحان باشه، خب معمولا از اینجور سوالا داریم که تعداد سیم ها رو میدن، ضخامتشون رو میدن، بعد شما باید برین جدول 6. پس اولین مرحله چیه؟ جدول 6. شما مراجعه میکنین به جدول 6، کل تعداد سیم هایی که داشتین رو میبینین، اولا تفکیک میکنین که سطح مقطعشون چیه و مارکشون چیه، در واقع اون مدل سیم چیه که حالا مثلا T90 نمیدونم XLMP نمیدونم، بسته به اون نوع سیمش میدین. چون جدول 6 در واقع چند تا حالت مختلف داره، از جدول 6A شروع میشه تا جدول A B C همینجور میره تا بعد آن جکت باشه، عرض شود که جکت باشه اون کابلی که اون سیمی که میخوایم رد کنیم، یا اینکه ولتاژش تاثیر میذاره، چون ولتاژ هرچی بالاتر میره اون ضخامت سطح مقطع در واقع اینسولیشن روی کاب بالاتر میره، در نتیجه جدولش فرق میکنه. پس چیزایی که تاثیر گذاره توی سوال همیشه باید دقت کنین، جکت یا غیر جکت بودنشه، آن جکت بودنشه و همچنین ولتاژشه چه ولتاژیه و همچنین نوعشه چه نوعیه. بعد شما با توجه به این میرین جدول 6 که هر کدوم که مناسب تره رو انتخاب میکنین و با توجه به اون انتخابتون میرین سطح مقطع سیم رو پیدا میکنین که با توجه به تعداد سیمی که تو اون مدل داریم. مثلا فرض کنین که سیمتون از نوع T90 بوده و سطح مقطعش نمره 10 بوده و 8 تا مثلا سیم. خب میرین جدول 6 میبینین که T90 کجاست.
T90 رو پیدا میکنیم. معمولا T90 آخراست، معمولا حتی دقیقاً آخری نه، ولی جدول 6 فکر کنم 2 تا مونده به آخر یا 3 تا مونده به آخره. بعد سطح مقطعتون رو پیدا میکنین که 10. بعد تعداد سیم هاتون که 8 رشته است میرین توی ستون 8 و سطح مقطع رو میخونین. مثلا فرض کنین 300 و مثلا حالا 10 فکر کنم باید اولش تشتاش باید 100 خورده‌ای بشه، 170 80 مثلا. بعد این میشه میلیمتر مربع، یعنی سطح مقطعی که 8 تا سیم نمره 10 اشغال میکنه از کاندویت. خب تا اینجای قضیه در واقع اومدیم همه سیم ها رو حساب کردیم. سیم های دیگه هم به همین صورت، هر چند تا سیم مدل سیم دیگه داریم اینا رو با هم جمع میکنیم، توی یک کاسه میریزیم. سطح مقطع کل رو توی یک کاسه میریزیم، با ماشین حساب جمع کل رو میزنیم. مثلا فرض کن میشه 870 میلیمتر مربع. 870 میلیمتر مربع یعنی چی؟ یعنی اینکه ما همه سیم ها رو اگه به هم بچسبونیم، کنار هم قشنگ فیت کنار هم جا بدیم، 870 میلیمتر مربع اینا سطح مقطع نیاز داره تا اشغال کنه، یعنی در واقع فضای اشغالیشه. ما کاندویت رو نمیایم پرش کنیم، 100% کاندویت رو پر نمی کنیم. طبق جدول 8 ما میایم یا 32% یا 53% یا 31% یا 53%، 53%، 31% و 40%. 53% به ازای 2 رشته است، 31% به ازای 3 رشته و 40% به ازای 3 و به بالا. تو اکثر مواقع ما تو 90% مواقع چون تعداد سیم هامون 3 و 3 به بالا است، معمولا همون 40%. با توجه به این ما میریم تیبل 9 رو طوری انتخاب میکنیم، چون تیبل 9 اومدن بر اساس 53%، 31% و 40% که میخوایم اشغال کنیم از سطح کاندویت اومدن جدا کردن از هم، که شما 99% مواقع رجوعتون به جدول 9G'ه. 9G جدولیه که میگه که شما مجازین 40% سطح مقطع کاندویت رو اشغال کنین. 40% سطح مقطع رو مجازین اشغال کنین. خودشون اومدن 40% رو محاسبه کردن، کم کردن. وقتی که شما مثلا کاندویت مثلا میرین حساب میکنین، پیدا میکنین مثلا کاندویتون میشه سایز مثلا 21، این خودش حساب شده است که این سایز 21 عرض شود که 40% رو فقط در نظر گرفتن که سیم داخلش قرار بگیره. خب حالا ما با توجه به این قضیه که در اکثر مواقع ما تیبل 9G رو نگاه میکنیم، میریم توی سوال یا توی جاب سایت نگاه میکنیم که کاندویتمون از چه نوعیه. خب ما کاندویت های مختلف داریم، PVC داریم، ریجید PVC داریم، ریجید متال کاندویت داریم، EMT داریم و مدل های مختلف کاندویت. حالا توی مسئله به ما میده، توی امتحان به ما میده، یا اینکه توی جاب سایت به ما میدونیم که کاندویتمون چه مدلیه. توی جدول 9G شما میرین نوع کاندویت رو انتخاب میکنین، ستونش رو، و نگاه میکنین ببینین که چه سایزی برای اون سایز شما مناسبه. مثلا شما سایزتون بود 870 میلی متر مربع، یعنی کل سیم های شما 870 میلی متر مربع قرار اشغال کنه. توی ستون نگاه میکنین، میرین رنج بالاتر رو انتخاب میکنین. مثلا 870 میبینین خب دقیقاً ما کاندویتی نداریم که 870 باشه سطح مقطعش تو 40%ش. رنج بالاترش مثلا میبینین 1000 و مثلا 350 هستش که مثلا کاندویتش مثلا میشه سایز مثلا میشه فکر کنم مولوش 35 مثلا بشه، فکر کنم. حالا الان جلو من جدول نیستش. خب با توجه به این قضیه ما چیکار میکنیم؟ برای 40%، چون 9G رو نگاه کردیم 40% رو باید حساب میکنیم، تعداد سیم هامون هم زیاد بود، در واقع 870 هم که سطح مقطعمون بود، ما مجبور شدیم 1350 رو انتخاب کنیم، به خاطر اینکه 870 پایین ترش مثلا میشد مثلا 500 و کاندویتمون
اون استاندارد 40% رو رد میکرد. یعنی ما این تعداد سیم رو اگه بذاریم تو اون رنج پایین‌تر، ما بیشتر از 40% رو داریم اشغال میکنیم و این مخالف یا بر علیه قانونهای کنیدین الکتریکال کده. در نتیجه ما همیشه توی تیبل 9G میریم سایز بالاتر رو انتخاب میکنیم. برای چی؟ برای اینکه اگر ما کاندویتمون بزرگتر باشه نو پرابلم، اشکال نداره. چه اشکال داره؟ ما کاندویتمون بزرگتره، جای بیشتری داره و وقتی جای بیشتر داره هیچ اشکال نداره. اتفاقا برای آینده ما کارمون راحت تره، بخوایم کابل ها رو بکشیم بیرون یا دوباره کابل اضافه بکنیم، سیم اضافه بکنیم، قضیه راحت تر میشه. پس با توجه به این شرایط ما میریم سایز بزرگتر رو. استدلال این که چرا سایز بزرگتر رو انتخاب میکنیم با توجه به شرایط فیزیکی قضیه است که بعدها بتونیم راحت تر باشه، رول رو چیز نکرده باشیم، در واقع رول رو زیر سوال نبرده باشیم، ردش نکرده باشیم و به این صورت این میشه نحوه محاسبه سایز کاندویت یا کاندویت سایزینگ طبق جداول 6, 8 و 9. ممنون از این که به ویدیوی من، به در واقع پادکست من گوش کردین. من این پادکست ها رو به هدف آموزشی تهیه میکنم، خیلی قصدم تست نیستش. برای تست ها حالا تو اون کانال انگلیسیم تست های بیشتری هست، تو همین کانال فارسیم هم تست دارم. تست حل کردم برای کساییه که دیگه نزدیکن به امتحان. این پادکست ها بیشتر برای کساییه که هنوز دارن آمادگی اولیه کسب میکنن، مثلا چند ماه مونده یا 1 سال 2 سال مونده. ممنون، وقت خوبی داشته باشین، روز بخیر.